اگر این دختر خانم 9 تا 15 سالش باشه و اثبات بشه که با پارتنرش مشروبات الکلی استفاده کرده، به مجازات 80 ضرب شلاق محکوم میشه. ولی اما اگه پارتنر این دختر خانم یعنی آقا پسر 9 تا 12 سالش باشه، اثبات بشه که مشروبات الکلی استفاده کرده، فقط به والدین تحویل داده میشه. یعنی دختر خانم مجازات میشه ولی آقا پسر خیر. مهمتر از این، اگر دختر خانم 9 تا 15 سالش باشه، پارتنرش رو به عمد به قتل برسونه، قصاص میشه. ولی اگه آقا پسر 9 تا 15 سالش باشه، پارتنرش رو به عمد به قتل برسونه، فقط و فقط به قانون اصلاح تربیت تحویل داده میشه. به نظر شما چرا این تفاوت مجازات برای دختر پسر قرار داره؟